در شهر دوشنبه یک کودک دو ماهه را دزدیدند. مقامات میلیسا به تحقیق این قضیه شروع کردند. شاهدان به خبرگزاری از پلوس خبر دادند که روز 30 نوامبر از مرکز سلامتی رقم 13 سابق پلیکلینیک رقم یک زن ناشناس کودک شیرمک را دزدیده است. طبیبان پلیکلینیک گفتند که این حادثه حدود ساعت 3 روز روی داد. شاهدان حادثه را چنین نقل کردند: جوانزن با کودک برای معاینه پیش دکتر آمده بود، ولی معلوم شد که دکتر به دستپوشک معاینه نمیگذراند و دستپوشک را مشتریان باید خودشان می آوردند. مادر کودک برای خریدن دستپوشک بیرون برآمده است و یک دختر دیگر که همانجا می ایستاد پیشنهاد کرده است که تا آمدنش کودکش را نگاه می کند. مادر فکر کرده است که او کارمند بیمارستان است و کودکش را به اون دختر داده است، ولی وقتی برمیگردد نه دختر را پیدا کرده است و نه کودکش را. در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نیز این حادثه را تصدیق کرده گفتند که مقامات حفظ حقوق الکی روی این قضیه کار کرده ایستادند. یک منبع در مقامات میلیسای دوشنبه بعض پلوس گفته است در حقیقت به ما در این بابت مراجعت کردند و یک گروه کاری تشکیل شده الکی کار کرده ایستادند. در آن مکان در همه جا ویدیو کامراهای نظارتی نصب کرده شدند و ثبت‌ها را گرفته کار کرده ایستادند. فکر میکنم که کودک و زنی را که او را برده است به زودی پیدا میکنند. حمیدجان حمیدزاده سرطبیب مرکز سلامتی رقم 13 گفته است که از این حادثه او را هم در جریان گذاشتند، ولی از بس که در رخصتی است از تفصیلاتش خبر ندارد.